خب مینی ولاگ کنسرت میازاکی خدمت شما. ما این کنسرت رو شب اول یعنی 30 مهر رفتیم و تجربه فوق‌العاده‌ای بود. کمتر کسی رو میشناسم که با انیمه‌هایی مثل لاپوتا، شهر اشباح یا قلعه متحرک هاول خاطره نداشته باشه. من این کنسرت رو با دخترمام رفتم که بیشترین وقت بچگیمو با اونا گذروندم و این انیمه ها رو هم با اونا دیده بودم. دیگه کم کم رفتیم سمت سالن و در رو باز کردن و ما هم رفتیم جامون رو پیدا کردیم، نشستیم و منتظر شدیم تا بیان و کار رو اجرا بکنن. از اینجا هم من سکوت میکنم تا شما هم بتونین از آثار لذت ببرید. تا ولاگ بعد خدافظ.